یک ترانه هست شمالک میوه زد با برگ گندم برای غریبایی که دور از وطن هستند. باور کنید در همون سایت های اینترنتی با من بسیار می نویسند چند برادرای ما که برادر در برنامه کنسرتی یگان سرود غریبی هست. البته که هست، چرا که ما شما رو فراموش نمیکنیم. هرگز امیدوار هستم که آن عزیزایی که دور از وطن هستند به این وطن برمیگردند و همراه ما فقط در خرسندی ها ما رو به دیدار هم میرسونند. اما جان عزیزی من، یک خرسک برای اما جان عزیزی ما. خوش آمدید اما جان، صدقه قدم هاتون. خوش آمدید اما جان من. یک خرسک بلندتر زنید با افتخار اپا جان عزیز من. حالی رقص های زیبای این کسی ببینید حواس میکنید. برای غریبای یک سرود میخوانم، بعد سرودای شوخ. شمالک میوزد با برگ گندم، شمالک میوزد با برگ گندم. مسافر مانده‌ام در شهر مردم، مسافری مرا دلگیر کرده، مسافری مرا دلگیر کرده. فلک برگردنم زنجیر کرده، فلک برگردنم زنجیر کرده. ما بلبلمو از گل جدا میگرده، لب تشنه به دشت کربلا میگرده. ما پیش خدا عجب گناه کرده، از یارک خود زنده جدا میگرده. ما پیش خدا عجب گناه کرده، از یارک خود زنده جدا میگرده. شمالک میوزد با برگ گندم، شمالک میوزد با برگ گندم. مسافر مانده‌ام در شهر مردم، مسافری مرا دلگیر کرده، مسافری مرا دلگیر کرده. فلک برگردنم زنجیر کرده، فلک برگردنم زنجیر کرده. تشکر میکنم به دستگلای خشنگ و مهربان. رحمت.
شهر مسافری دلم نالانه آدم به غم همیشه سرگردانه امشب چه شبایی که یاد مادر کردم بر خانه بابای دلم پزمانه آی امشب چه شبایی که یاد مادر کردم بر خانه بابای دلم پزمانه شمالک میوزد با برگ گندم شمالک میوزد با برگ گندم مسافر مانده‌ام در شهر مردم مسافری مرا دلگیر کرده مسافری مرا دلگیر کرده فلک برگردنم زنجیر کرده فلک برگردنم زنجیر کرده واقعا که هم میگویند که تا غریب نشوی به قدر وطن نمیرسی. بیادان گفتند استاد که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. تشکر خواهرم. یک خرسک به این دستوریک بزنیم. یک خرسک با افتخار استاد عزیز خرسندمراد ظریفوف. من تبریک میکنم. خدا اول از چشم بند نگه دارد. قد قامت خدا داد، آواز خدا داد. از نام حضرت سعدی میگم که ای بلند اختر خدایت عمری جاویدان دهد و آنچه پیروزی و بهروزی در آن استان دهد. مبارک شود. تشکر استاد عزیز. یک خرسک بلندتر برای افتخار استاد. صدقه قدمتون.